روز محشر. در آن روز همه لخت مادرزاد هستند. هیچ کس از ترس آن روز نمیتواند به یکدیگر نگاه کند یا چیز دیگری را ببیند. روزی که انسان از مادر و پدر و برادر و فرزندانش می‌گریزد. جماعت انس و جن که به زمین آمدن زنده می‌شوند و در یک منطقه جمع می‌شوند. آن روز چهره‌هایی می‌درخشند و چهره‌هایی سیاه می‌شوند. روزی میرسد که دهانها مهر و موم می شود و دستها و پاها شروع به صحبت می کنند. حالا هیچ چیزی به کار شما نمی آید به غیر از اعمالتان. روز قضاوت. اما اکنون در شیپور دمیده شده است. به این ترتیب ما همه آنها را در آخرالزمان جمع کرده ایم. در روز قیامت گرما و تشنگی شدید خواهد بود و خورشید به سقف زمین نزدیک می شود. از وحشت آن روز مردم میگویند پروردگارا، حتی اگر به جهنم هم برویم ما را از آن نجات ده. ازدحام جمعیت به حدی خواهد بود که حتی اگر سوزنی هم پرتاب شود به زمین نمی افتد. قضاوت در آخرالزمان 50,000 سال طول خواهد کشید. فرمان و قضاوت خداوند در طبقه هفتم آسمان ظاهر می شود. طبقه هفتم آسمان تا طبقه اول روز قضاوت با صدا و لرزه هولناکی همه آسمان ها فرو می ریزد. به طوری که نه گوش چنین صدایی شنیده و نه چشمی چنین چیزی را دیده. فرشتگان در این ناحیه داوری در ردیف‌هایی قرار گرفتند. جهنم با 70,000 زنجیر به مکان وحشتناک قیامت آورده خواهد شد. هر زنجیر را 70,000 فرشته می کشد. جهنم آنقدر وحشتناک است که فرشتگان در کنترل جهنم مشکل دارند و جهنم را میکشند و میآورند. انسانها گیج میشوند که چه کنند، اما آن روز فقط انسانها مانده اند و اعمالشان. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت همه در یک مکان جمع میشوند و در آنجا نگهداری میشوند. حساب تا 70 سال شروع نمی شود. به شما رسیدگی نمی شود. هیچ قضاوتی بین شما نخواهد بود. همه شما سرگردان خواهید شد. این مدت برای مؤمنان صالح در دنیا مانند 2 رکعت نماز صبح است که در دنیا می خواندند. شروع به گریه خواهید کرد. اشک‌هایتان از گریه بند خواهد آمد. سپس شروع به خون گریه کردن خواهید کرد. آنقدر ازدحام جمعیت است که جایی برای نشستن نیست. اشک و عرق مردم دریاچه ها را تشکیل می دهند. یک گودال تا صورت آنها تشکیل می شود. آن مکان چنان وحشتناک و ظالمانه بود که وقتی پیامبر ما حال مردم را دید دیگر طاقت نیاورد و در حالی که منتظر بود به زمین افتاد. پیامبر به درگاه خداوند مناجات می کند و شفاعت امتش را می خواهد. اولین شفاعت پیامبر برای شروع حساب است، زیرا انتظار شدیدتر از آتش جهنم است. سپس خداوند متعال به او می‌فرماید ای محمد سرت را بلند کن، در اینجا آنچه می‌خواهید برآورده می‌شود، شفاعت کنید و شفاعت شما پذیرفته می‌شود. در قیامت پیامبر و ائمه و 5 تن آل عبا به درگاه خداوند متعال دعا می‌کنند و خداوند متعال دعای آنها را مستجاب می‌کند. از این پس قضاوت و حسابرسی در بین بندگان آغاز می‌شود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در آن روز همه را پا برهنه و لخت می‌آورند. ابتدا ابراهیم و سپس من جامه بهشت می‌پوشیم. سپس در سمت راست خداوند در جایگاهی خواهیم ایستاد. آنجا از بین شما به من حسادت می‌کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در قیامت همگی عریان محشور می‌شوند و مردم در آن روز بیش از آن به خود مشغولند که بخواهند بدن یکدیگر را ببینند و در آن روز هر یک از آنها به اندازه کافی برای خود کار و مشغله خواهد داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 3 دسته از مردم هستند که خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمیگوید، به صورت آنها نگاه نمی کند، آنها را تبرئه نمی کند و برای آنان عذابی دردناک است. اینها چه کسانی هستند؟ آنکه از روی تکبر و غرور جامه‌های خود را خشک می کند. کسی که آنچه را که داده پس بگیرد و کالای خود را با سوگندهای دروغ
به بازار عرضه کند. در آن روز هر گروهی از مردم را همراه با پیامبرانشان و کسانی که از گامهایشان پیروی می‌کنند فرا می‌خوانیم. پس کارنامه اعمال هر کس را به دست راستش دهند عذاب کمتری خواهد دید. و همه گفته می شود که کتاب اعمال را بخوانید. هر کس می فهمد که در کتاب اعمالش چه نوشته شده. خداوند متعال به بنده می فرماید که امروز نفس تو شهادت می دهد و فرشتگان به طور کامل شاهد اعمال شما خواهند بود و سپس دهانش مهر و موم می شود و اعضایش می گویند که در زمین چه کرده. سپس اگر خطاکار بوده است فرمان داده می شود و آن شخص با صورت به جهنم افکنده می شود. این بار فردی که دانش آموخته، آموزش داده و قرآن خوانده و در دنیا انسان نیکوکار و خیری بوده حضور می یابد. خداوند نعمت‌هایی را که به او داده است یادآوری می کند و او یاد می کند و اعتراف می کند. از او می پرسند در مقابل این نعمت‌ها چه کردی؟ پاسخ می دهد من دانش آموختم و به خاطر تو قرآن خواندم. به او گفته می شود که دروغ می گویی. علم آموختی تا دیگران تو را عالم بنامند. شما قرآن را خواندید تا بگویند چقدر زیبا می‌خواند. اینها را هم در مورد شما گفتند. سپس فرمان او فرا می‌رسد و او با صورت به جهنم افکنده می‌شود. سپس شخصی آورده می‌شود که خداوند همه جور مال و فرصت را به او داده است. خداوند نیز نعمت‌هایی را که داده به او یادآوری می‌کند. یادش می آید و اعتراف می کند. پس در مقابل این نعمتها چه کردی؟ می گوید از چیزی که دوست داشتی به تو بدهند و با آن موافق بودی دریغ نکردم. فقط برای جلب رضایت تو دادم و خرج کردم. دروغ می گویی. اما هر کاری کردی که بگویند چه مرد سخاوتمندی و این در مورد تو گفته شده است. امر می شود که این شخص را با صورت به جهنم بیاندازند. یکی از یاران پیامبر روایت می کند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت خداوند متعال می فرماید ای پسر آدم من بیمار بودم و تو به من سر نزدی. بنده می گوید پروردگارا چگونه تو را زیارت کنم در حالی که تو آفریننده من هستی. خداوند می گوید آیا نمی دانستی فلان بنده من مریض شد ولی تو به ملاقاتش نرفتی. نمیدانی که اگه این کار را میکردی من در کنار او بودم. خداوند میفرماید ای پسر آدم از تو طعام خواستم ولی تو به من غذا ندادی. بنده میگوید پروردگارا چگونه به تو غذا بدهم؟ تو پروردگار جهانیان هستی. خداوند میفرماید بنده فلان من از تو غذا خواست و تو به او غذا ندادی. آیا نمیدانی که اگر به او غذا میدادی مرا با او میافتی؟ خداوند می‌فرماید ای پسر آدم من از تو آب خواستم تو به من آب ندادی. بنده میگوید پروردگارا چگونه تو را آب بنوشانم؟ تو پروردگار جهانیان هستی. خداوند میگوید بنده من از تو آب خواست و تو به او آب ندادی. نمیدانی اگر به او آب میدادی من را در کنار او پیدا میکردی؟ برای روز قیامت ترازوی عدل برپا میکنند. از این به بعد در هیچ کاری به کسی ظلم نمی شود. حتی اگر به اندازه یک دانه خردل باشد. می آوریم و روی ترازو می گذاریم و ما حسابگری کافی هستیم. یکی از یاران پیامبر روایت می کند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت قطعاً حق را به صاحبان حق خواهید داد تا از گوسفند شاخدار قصاص گوسفند بیشاخ گرفته شود. پرسیده می شود که چرا سنگ روی سنگ دیگری افتاد و مرد چرا مرد دیگری را مجروح کرد. او می گوید ما هم این را شنیدیم. در روز قیامت شخصی که او را نمی شناسد او را می گیرد و می گوید مرا دیدی که اشتباه می کنم و منکر می کنم ولی من را از این کار منع نکردی. یک گناهکار در روز قیامت می‌خواهد که با دادن تمام هست و نیستش و تمام اعضای خانواده‌اش خودش را نجات دهد و از عذاب جهنم رهایی یابد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در روز قیامت مرگ به صورت قوچ قهوه‌ای رنگ درآورده می‌شود. او بین بهشت و جهنم متوقف می‌شود. سپس گفته می‌شود ای اهل بهشت آیا این را می‌شناسید؟ اهل بهشت فوراً سرشان را بلند می‌کنند و می‌گویند بله این مرگ است. سپس پرسیده می‌شود ای اهل جهنم آیا این را می‌شناسید؟ سرشان را بلند می‌کنند و می‌گویند بله این مرگ است.
به دنبال آن دستور ذبح قوچ داده می شود و بلا فاصله آن را ذبح می کنند. ای اهل بهشت، از این پس در بهشت جاودان خواهید بود. دیگر مرگی نیست و گفته می شود ای اهل جهنم، شما هم جاودانید. دیگر مرگی در کار نیست. یکی از یاران پیامبر میگوید اصحاب از رسول خدا پرسیدند ای رسول خدا، آیا در روز قیامت پروردگارمان را خواهیم دید؟ او پرسید آیا هرگز در مورد دیدن خورشید در ظهر یک روز صاف بحث میکنید؟ وقتی اصحاب جواب منفی دادند دوباره پرسید آیا میخواهی برای دیدن ماه در یک شب ماه کامل بدون ابر تکان بخوری؟ وقتی اصحاب دوباره گفتند نه، گفت سوگند به خدای تعالی که جانم را در اختیار دارد، برای دیدن پروردگارت هیچ تعارضی نخواهی داشت. همانطور که برای دیدن خورشید و ماه نیازی به تکان خوردن ندارید. بنابراین بنده با پروردگارش رو در رو می شود. یکی از یاران پیامبر می گوید مردی از من پرسید در مورد خطاب خاص خداوند به شخصی در روز قیامت چه می گویند؟ پاسخ دادم رسول خدا فرمود مؤمن را به پروردگارش نزدیک می کنند تا خداوند به او پناه بفرستد و او به گناهان خود اعتراف کند. از او می پرسد آیا این گناهان خود را می دانی؟ مؤمن 2 مرتبه می گوید آری پروردگار، من می دانم. پروردگار می گوید وقتی در دنیا بودی با پوشاندن این چیزها تو را رسوا نکردم، امروز هم آنها را می بخشم. در آخرالزمان حوض بزرگی نصیب پیامبر ما می شود که به اندازه فاصله مدینه تا صنعا و فاصله ایلا و صنعا است. آب آن از شیر سفیدتر و بوی آن از مشک بهتر و مزه آن از عسل شیرینتر است و غنایم آنها به بزرگی ستاره های آسمان است. کسی که از آن بنوشد دیگر تشنه نخواهد شد. نه چنان است آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود و فرمان پروردگارت و فرشته ها صف در صف آیند و جهنم را در آن روز حاضر آورند. آن روز است که انسان پند گیرد ولی کجا او را جای پند گرفتن باشد؟ گوید کاش برای زندگانی خود چیزی پیش فرستاده بودم. پس در آن روز هیچ کس چون عذاب کردن او عذاب نکند و هیچ کس چون در بند کشیدن او در بند نکشد. ای نفس مطمئنه، خوشنود و خداپسند، به سوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من درآی. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این نمونه ویدیوها لذت بردین حتما این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. همچنین نظرات خودتون رو در قسمت کامنت بنویسید. با تشکر، تا ویدیویی دیگر بدرود.